أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادر و خواهر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم حمد و ثنا خدای را که ما و شما را فرصت عنایت کرد و باز در مورد مسئولیت های ما و وجایب ما به بحث و مذاکره بشینیم. تمنا میکنم که این برنامه ما که عنوانش وضع و احوال خانواده های ما در غرب است، به شما عزیزا نه تنها من حیث یک حکایه و یا یک قصه مطرح شود، بلکه حقایق و واقعیت های تلخ زندگی که از او باید ما عبرت گرفت. خانواده های خود ما را از این آسیب ها که در بعض جایها متاسفانه گریبانگیر شده مسئول بسازیم. خود ما را از شر این مصیبت ها به پناه الله بسپاریم. از خداوند عزیز کمک بخواهیم که خدایا خانواده های ما را سر و سامان ببخش. از پراگندگی و فروپاشی خانواده ها خدایا به تو پناه میبریم. این مسئولیت بزرگی هست به دوش بزرگای خانواده، پدرها و مادرهایی که جوانهایشان را به خانه های بختشان روان میکنند، با یک آرزو با هزارها آرزو و آرمان عقد میکنن، خوشی میکنن، یک کس را به خانه خودشان میارن یا به خانه یک کس اولادشان روان میکنن. اگر که دقت نکنن، توجه نکنن، خوشی ها به ماتم تبدیل میشه، به جگر خونی ها تبدیل میشه، به کشمکش ها تبدیل میشه. چند روز کوتاهی که در این دنیا باقی هست همو را به جگر خونی و به پراگندگی و براشفتگی سپری میکنیم. به این خاطر ما در یک زمان زندگی میکنیم، زمان خیلی پرآشوب از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی. ما به یک مصیبت بگویم، به یک امتحان بسیار بزرگ روبرو هستیم. بنابراین مربیای دلسوز، پدر و مادر دلسوز، جوانهایی که عاقبت اندیشی بکنن
اینها باید که کمر همت بسته کنند، نگذارند که با یک اندک بی‌سر و سامانی و با یک اندک اعصاب خرابی ها و یک بهانه ایجاد شوه و کانون خانواده در هم بشکنه. ما در بعضی کتاب ها میبینیم، میخوانیم که از علامت های آخر زمان یا قیامت یکی هممی است که مردم پیرو هوا و هوس خودشان میشه، هرچی دلشان بخواه میکنن. قید و بند ضوابط و یک قانون و قاعده که در زندگی مطرح باید باشد دیگه پیش از اونا مطرح نیست. هرچی دلشان شد ایره حتی بعض وقت با مترقی بودن خودشان، متمدن بودن خودشان ایره نسبت میدن که ما میبینیم در دنیای پیشرفته و در دنیای غرب که هر کس هر چی دلش میخواه میکنه، انجام میده. با تاسف که این علامت های ختم دنیا را نشان میده. نیت ها خراب میشه، دل ها پر از غل و غش میشه و ما با تاسف در همین وقت سر و کار ما هست، مثل که در همین وقت عمر ما و شما برابر شده که در همه تو یک حالت زندگی میکنیم. یکی دیگه هم از علائمی که نشان میده که ما به طرف ختم دنیا میریم، تعداد طلاق ها زیاد میشه. ما واقعیتش میبینیم که در همین حالتی که ما هستیم نکاح یا طلاق اینا چنان بی اهمیت شدن که یک روز میبینیم نکاح هست، دیگر روز میبینیم طلاق هست. یک روز خانوادی تأسیس میشه، دیگر روز میبینیم خانوادی به هم میخوره. پس ما میبینیم که عاقبت اندیشی نداریم، یک چند سبای خود ما را فکر نمی کنیم، سنجیده حرکت نمی کنیم. حتی بعض وقتا ما میگیم که همین دوران ما، همین عصر ایجاب میکنه که ما مثل مردمایی که متمدن و مترقی هستند زندگی بکنیم. ما مردم صاحب کلتور و فرهنگ مستقل خود ما بودیم. حتی اگر قبل از اسلام هم بوده در کشورهای ما شما بعضی عادت‌ها و رسم و رواج‌های خوبی بوده که اسلام تایید کرده، حتی او را کوشش کرده که رشد بده. بعد از اینکه اسلام عزیز آمد زندگی ما را هنوز هم رونق بخشید، زندگی پر سعادت برای ما پیشکش کرد. ولی ما به زرق و برق چند روزی این دنیای غرب چنان خود ما را از دست دادیم که به طرف بدبختی ها روان میشیم. ما از مدت هاست که با شما عزیزا در مورد بهتر شدن زندگی ما صحبت میکنیم. ما چطور میتونیم که زندگی چند روز دنیا را در سعادت و خوشبختی سپری کنیم. اگر از دنیا رفتیم هم با نام نیک بریم. اگر در گور ما خواب میشیم خواب راحت داشته باشیم. اگر در سر زمین ناراحتی را ما با جان دل ما میخریم و ایره برای زیر خاک یا قبر ما اگر میخوایم که در اوج آرامش داشته باشیم که باید اوج آرام باشیم. واقعیتش همین است که اگر در گور ما آرام بودیم، بعد از اینکه باز زنده شدیم و به جهان ابدی رفتیم، اوجم خوشبخت می باشیم، اوجم راحت می باشیم. حال ما متوجه نیستیم که جوان ما چی کار میکنه. خود ما یگان وقت مثل که اونا را تشویق کنیم، این وقتی که جلوشان بگیریم که طرف بدبختی ها نروند. ما پشت نتیجهش نمیگردیم، نتیجه هر چی که شد. امروز در این جهان متمدن زندگی میکنیم، ما باید مثل اینا زندگی کنیم. اینا خوی خواص خودشان ندارن، اینا کلتور و عادت خودشان ندارن. بر ما شما نمیشه، امکانش نیست.
چرا اگر از وقتا کسایی بودن که وقتی کوشش کردن با کلتور نو خودشان تطابق بدن، باز یک مدت خسته شدن، درگیر شدن، دیگه برشان قابل تحمل نبوده. پس نه از کلتور خودشان شدن، نه از اینا شدن. یک وقت یا به زعم شوخی یا برای از اینکه یک لطیفی جور کرده باشن میگفتن که افغانستان یک کسی پرسیده بود که صنعتی است یا زراعتی است، گفته بودن بی‌طرف است. سبحان الله. گرچه همین وضع عملی در افغانستان ما همین بود که نه از صنعت شدیم و نه از زراعت شدیم. واقعا سبحان الله، نامش اگر بی‌طرفی بگوییم. به این ترتیب ما وقتی کلتور مبارک و شکوفای خود ما را داریم، وقتی میریم به یک کلتور دیگی که او را باز چند وقت خسته ما میکنه نمیتونیم، ما باز مثل که اون نامگبان ما بی‌طرف میشیم، نه غربی شدیم نه شرقی شدیم، در وسط هر دوی خوار و ذلیل شدیم. از اسلام ما بیخبر ماندیم، از عنعنه و کلتور شرق ما بیخبر ماندیم، غربی هم نشدیم. وقتی میگن مطابق هوا و هوس خود ما زندگی را سر و سامان ببخشیم، اما است که انسان اگر به حالت خودش گذاشته شود، طبیعت انسان همینطور است و هرچی که خوش آمد باز امور میکنه. این که به ضررش است یا به فایدهش است در قصی از این نیست، نتایجش بعداً برش معلوم میشه که بدبخت میشه یا خوشبخت میشه. و چی بسا بدبختی ها از همینجا سرچشمه گرفته که ما با عقل خود ما، با استعدادهای خود ما، بدون راهنمایی یک کسی، بدون مشوره یک کسی، بدون در نظر داشت قاعده و قوانینی که ما به اعتقاد داریم دین ما هست، اونا را کنار زدیم و خود ما برای خود ما یک سرنوشت خواستیم جور بکنیم که بدبخت شدیم. دیگه میبینیم که حسن نیت نیست، دلها خراب شده. این هم از همین علامت قیامت است که ما با یک کسی دلسوزی نداریم، ما محرم رازش نیستیم، معتمدش نیستیم به یکی دیگه، ما آینه یکی دیگه ما نیستیم که اگر او مرا ببینه از من یاد بگیره چیزی، من از او یاد بگیرم چیزی، خوبی های یکی دیگه ما را بگیریم. برعکس حالا به یکی دیگه ما حتی نمیخوایم کمک هم کنیم. پس این حالتی را که با تأسف ما داریم که از ترحم و انصاف هم دور شدیم. مردی و مردانگی که یک صفتی بود، یک نعمتی بود. یا اگر ما بگوییم اون مردهایی که مردانه زندگی کردن یا اون خانمایی که بسیار شجاعانه زندگی کردن، بسیار با عزت و افتخار زندگی کردن، دیگه اونا مثل که رفتن نیستن. خب ما میبینیم که مصیبت پشت مصیبت آمده. ما در هر بخش از زندگی ما با مشکل روبرو میشیم. مشکل که سر از این مشکلات یکی دیگه هم اضافه میشه همین است که محبت در بین خانواده ها ضعیف شده. با یک شمال بسیار ملایمی میبینیم روابط بر هم میخورن. 10 سال زندگی کردن، آمدن غرب، با مشکلات آمدن، به بسیار خواری ها سپری کردن، حالا یک کم و بیش دست و پایشان تانستن یک کمک دراز کنن و یک تکیه بکنن، ببینیم بین خانواده ها جنجال است. بچه های جوان دارن، دختر های جوان دارن، پدر و مادر با هم درگیر شدن. و این هم همین بدبختی است که از علامت های قیامت که تعداد طلاق زیاد میشه.
قانون خانوادگی به هم میخوره. ارزش خودش جدایی ها از دست میده. پروا نداره چند روز جدا بودیم یا نبودیم، بدون جنجال زندگی بکنیم. در حالی که همین تنها زندگی کردن جنجال از خودش. اصل جنجال همین است که شما تنها شدین. انسان که تنهایی برش نمیزیبه، نمیتونه تنها زندگی بکنه. انسان بدبختی کلانش است، همون گوشه‌گیری و تنهاییش است. یک هم صحبت نداشته باشه. انسان با انسش است. محبت در خمیری ما هست. ما خود ما از بین میبریم، خلاف فطرت ما حرکت میکنیم. الله که در خلقت ما این محبت و مهر و عطوفت گذاشت. بسیار به این امر الهی که ما خانواده را باید سخت مواظبش باشیم. این خانواده تیت و پریشان نشود. الله بد میبینه در بین خانواده اگر جنجال باشه. ما به این امر الهی هم توجه نداریم که خانواده که همون یک مرکز اساسی محبت و عاطفت است. این وقتی که به هم بخوره پاشان شود دیگه از انسان چیزی میمانه. به این ترتیب ما متاسفانه میبینیم که چقدر خانه ها روزانه خراب میشن، خصوصا در غرب. خانواده های ما غربی ها که کلتورشان عادتشان چیز دیگه است. یک زن اگر که 10 شوهر کنه از جمله افتخاراتش است که ما تو صاحب کمال بودیم که تونستیم 10 مرد توجهش به خودم جلب کنم و ما اونا ازدواج کردن. ولیکن او شخصیت ها اصلا عاطفه نداشتن، محبت نبوده که اینا را با هم نزدیک کنه، پیوند بده، گره بزنن. این مهربانی های انسان است، این گذشتش است، این بخششش است، این عفوش است، این صفت ها انسان داره. اینو باید زنده باشه. یک کشمکش در خانه ایجاد میشه. میبینیم که وقتی ما از دین ما بیخبر باشیم، ایمان ما در حالت باشه که فقط ما به نام بگوییم ما مسلمان هستیم، یک نقطه از ایمان اگر در قلب ما مانده باشه، دل خوش میکنیم که ما الحمدلله مسلمان هستیم، ولی در زندگی ما اسلام وجود نداره، در عمل ما اسلام نیست. همین خاطر است که ما باز پی بندوباری، فساد، روابط نامشروع، فحشا، همگی هجوم میاره سر انسان، بدبختش میکنه. تنها برش همین زرق و برق دنیا، آزادی، دموکراسی، اینا برش میمونه و ادعایی میکنه که من متمدن هستم، من در یک کلتور پیشرفته است زندگی میکنم. شما رو به خدا همین تمدن است که انسان تنها زندگی کنه؟ انسان وقتی که تمدن میگه، متمدن میگه خودشه، باید خودش ایجاد کننده تمدن باشه، پایه های مدنیت ای سرشانایش بگیره. تنها که نمیتونه، دست به دست باید هم جنسان خودش که انسان ها باشن. این ارمغان غرب که ببینید اینجا همسایه از همسایه خبر نیست. بعض وقتا دوست میشن با هم، میخواین زن و مرد، پسر و دختر میخواین زندگی جور بکنن، میخواین یکی دیگه شان بشناسن، سالها طولانی اینا با هم یک جا زندگی میکنن. بعض وقتا صاحب اولاد میشن، بالاخره تصمیم میگیرن که
حالا ما و شما میتونیم که با هم زندگی مشترک داشته باشیم، رسمی و قانونی. تا حال رسمی و قانونی نبود، دوستا نبود. میبینید بعد از 10-15 سال وقتی اینا تصمیم میگیرن ازدواج میکنن، 1 هفته نمیگذره که اینا پس دوباره جدایی را طلب میکنن. این شد تمدن، این شد ترقی. دنیا هر قدر ترقی کنه، هر قدر مجهز شود، تجملاتش بیشتر شود و مهتاب اینی که به آفتاب هم اگر دست پای ما برسیم، کل این ترقی و پیشرفت و علم و صنعت و تکنیک اینا جای محبتی که در قلب است گرفته نمیتونه. و قلبی که خالی از محبت باشه اینا همگی به دردش نمیخوره. یک پرزه از یک ماشین است. انسان او انسان نیست که در این قلبش محبت و عاطفه نباشه. قانون اصلی محبت پیوند دو دل است. سبحان الله. این 2 تا دل باید به هم پیوند داشته باشه و این پیوند کی چراغان میکنه، نورانی میکنه؟ نور الهی. نور الهی که در ایمان هست. این وقتی در پیوند نقش داشته باشه، این پیوند پر از عطوفت و محبت است که خانه را روشن میکنه. اعضای خانواده در زیر روشنی او ایمان زندگی میکنه. هر قدر این چراغ کم نور شود، محبت ها همه قدر ضعیف شده میرن تا که این نور خاموش شود و دیگه چیزی را نبینه انسان. این دور از انصاف است که انسان خالی از این محبت و عاطفه باشه. بسم الله. ما در اینجا ما وقت مطالب زیاد خدا مهربان است که در زیر همین عنوان با شما عزیزا در میان بگذارم. حال از روابطی که با نکاح بسته میشه و با طلاق جدا میشه، از این 2-3 تا حکایه‌ای برای شما میخوایم بشنویم. ما تلفنی گرفتیم، یک کسی گفت که ما پسرم با دختر خواستیم که زندگی جدید آغاز کنیم، خواستگاری کردیم، رفتیم آمدیم، 2 طرف هم موافق شدیم. بالاخره برای از اینکه دختر و پسر با هم دیگر شناخت نداشتن، گفتیم اینا باید از نزدیک یکی دیگه رو بشناسن، بعد ما این خانه را جور میکنیم. چی کار کنیم که اینا بتونن با هم بشینن بخیزن؟ ما باید یک کار کنیم که اینا بتونن بدون گناه، بدون کدام مشکل با هم از نزدیک یکی دیگه شون بشناسن. چه کار کنیم؟ گفتن نکاح میکنیم. نکاح کردن. چند ماه طولانی شد که اینا یکی دیگه را بشناسن. بالاخره به یک نتیجه رسیدن دختر و پسر که، یا دختر به یک نتیجه رسید که من دیگه نمیتونم با این پسر زندگی کنم و رسما تقاضای جدایی کرد. ما نفهمیدیم که نکاح، معنای نکاح چی بود. در کلتور اسلامی ما، در فرهنگ اسلامی ما، این نکاح برای تعارف است که ما باید 2 تا کسی که خانواده جور میکنن اینها یکی دیگه شون باید بشناسن و خوبتر بشناسن و زیادتر بشناسن، باید عقد کنن، نکاح کنن، بعد ببینن که آیا میتونن با هم زندگی کنن نمیتونن. وقتی که نمیتونستن عقب برن. سبحان الله. یک برداشته بسیار خطرناک. نکاح که در دین ما یک عقد، یک پیمان میثاق غلیظ، یک پیمان بسیار عمیق، بسیار محکم در نزد کی؟ در نزد الله.
الله شاهد میگیرن این دو نفر که ما با هم زندگی دائم میکنیم تا که زنده هستیم. ما دو قلب داریم پر از ایمان، پر از محبت. میخوایم حال زندگی مشترک جور کنیم. پس یک عقد باشه که ما را به یکدیگر حلال کنه و ما بتانیم تولید نسل کنیم و بتانیم یک زندگی خوشبخت داشته باشیم. در اجتماع مصدر خدمات بسیار شایان شویم. پس با این سنت الهی اینا زندگی ابدی دائمی خودشان شروع میکنن. هیچ جای معرفت نبود که. معرفت خب پیش از این هست. ما باید پیش از اینکه ازدواج میکنیم باید تا همون جایی که امکان داره شناخت پیدا کنیم. عزیزای من، شما به این رقم خودتانه و این جنجال روبرو نکنید. اینا جدا شدن و بسیار به مشکل جدا شدن. چند روی افگار شد. برنامه هایی داشتن، روی دست داشتن. پدر و مادر هر دو طرف شاید خیلی ضربه خوردن، ضربه اجتماعی خوردن، ضربه عاطفی خوردن. شاید پول مطرح نباشد در بین از اونا، استعداد پول داشتن، ولی دو تا جوان به یک طریقه غلط اینا خواستن یکی دیگه‌شون رو بشناسن که راه شناخت او نبود. چقدر رنج آور است، درد آور است. در یک کشور متمدن، در یک کشور اروپایی، وقتی ما بخوایم از طریق کلتور اینها که دیگه ما را بشناسیم به اون مصیبت ها دوچار میشیم. ما نکاح وسیله مودت و رحمت بین دو جوان تازه و همرسیده باور داریم. پیش از نکاح باید ما همو شناخت را، همو فرمول را، همو طریقی را که ما باید یکی دیگه ما را بشناسیم از همو شروع میکردیم. ما دو تا فرمول داشتیم. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه وسلم میگفتن که شما اگر از دین و اخلاق طرف مقابلتان مطمئن شدین شما جواب رد ندید، شما ازدواج کنین. طبعا باز اینا یکی دیگه شون باید ببینن که ظاهر امرم اینا با هم ستاره هایشون با هم میخوانه نمیخوانه. این ستاره ها میخوانه نمیخوانه یک اصطلاح فهما است. یکان تو میگه ستارهش بسیار سرد است، یکی میگه گرم است، یکی میگه دلکش است. اینا با هم که میبینن یا بعدشان میه کراهت میداشته باشن از یکی دیگه شون که نمیتونم چشمش چندان چشم نبود، رویش، بینیش، امثال از اینا، گپ زدنش، حرکاتش پسند نکرد، پس عقب نشینی میکنه، نمیتونه با زندگی کرده. ستارهشان نخواند، سرد بود. یکی میگه نه بسیار گرم بود، بسیار پسند کردمش، بسیار یک بچه مؤدب، حرف زدنش یاد داشت، نان خوردن یاد داشت، گپ زدن یاد داشت، چشم چران نبود. ها چیزایی که در همون ظاهرش میبینه و یا پسر دختر دید. این دیدنم از سنت های ازدواج است که اینا نشه یک دفعه شما نکاح بسته کنین. وقتی اینا با هم دیدن، نکاح هم بسته کردن، آلش در خانه خوشبختی ایشان میخواین داخل شون، یک بار وقتی چشمشان به یکی دیگه میخوره که ناراحت میشن، کراهت پیدا میکنن از یکی دیگه شان. او وقت خوب کار نبوده. از این خاطر باید پیش از اینکه نکاح شود ببینن اینا. طبعا اونا خلوت نمیکنن، یک جای خصوصی نمیرن، نمیشینن پیش روی پدر مادرشان، پیش روی یک کس میبینن یکی دیگه شون میشینن صحبت میکنن، بگوین شرایطشان، گپ بزنن. من اینطور یک خانم میخوایم و دیگه میگه من تو یک شوهر میخوایم، آیا در تو این چیزها رو من میتونم ببینم؟
یک گفتگوی مخلصانه، یک گفتگوی سرنوشت ساز میخواین برای خودشان داشته باشن. بعد از این توکل میکنن به الله که یا رب ما خود ظاهر امرت دیدم و از دینش و از اخلاقشم مرا مطمئن ساختن. پدرم، مادرم، دوستای ما که اینا را شناختن، رفتن آمدن دیدن. از اون جانب دخترم دختر با ایمان، با عفت، با شخصیت، دیندار، خداپرست. چی دیگه میخواین شما؟ فقیر بودن فلان چیز. خداوند میگه من ضامن از این هستم که اگر فقیر بودن من اینا را غنی میسازم، به شرطی که شما به الله توکل کنین و این مخلصانه بسته کنین، به خاطر خدا بسته کنین. کلاهبرداری نباشه، دجال زدن نباشه. حالی چیزایی گفتین ولی اصل نبود. شما فیلمی اکت کردین، فریب دادین یکی تانه، این باز جای را نمیگیره. این باز الله حمایت نمیکنه. این به مو حال خودتون بگذاره. میریم به یک میان برنامه. عزیزای من باز دوباره میاییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد السلام علیکم و رحمت الله. خواهر و برادر ارجمند، او دو عزیزی که قبل از اینکه یکی دیگه شون بشناسن نکاح کردن و حال او خوشی ها همه به جگرخونی ها تبدیل شد. شاید هم پسر از این سرنوشت خودش ناراض باشه و دختر هم. شاید هم دختر خوش باشه که من تانستم از گیر از خود خلاص کنم، ولی لیکن کار درست نبود، طریقی درست را انتخاب نکردن. به این ترتیب ما یک خانواده‌ای که تازه جور شده بود خراب کردیم. کاش دیگر پدرها و مادرها یا دو جوان اینطور نکنن. اول شناختتان کامل کنید در همون توان بندگیتون، در همون امکاناتی که در دستتان هست. بعدش به الله بسپارین. این نکاح خودش سبب میشه که زندگی پر سعادت در انتظار شما باشه. پس یک ایمان قوی کار داره. خوشبختی هم یک ایمان قوی کار داره که شما از جانب الله بدانین که ما به یک سرنوشت خوبی میخواییم برسیم. خدایا تو کمک ما کن. شما وقتی که نکاح میکنید، شما نماز میخوانید، شما استخاره، چه کارا میکنید، ولی این شما در آغاز کارتان کردین بر شناخت و تعارف یکی دیگه. اشتباه بود. هر جوانی که اما تو فکر شاید این نیت اول همی خوب بوده که ما گناهکار نشیم، با یکی دیگه ما نزدیک میشیم، میشنیم، میخیزیم، با او خاطر حلال شویم، ما شناخت ما بهتر خواهد شد، ولی اشتباه بود.
ما دو عزیزی که با هم زندگی رو شروع کردن، بعد از یک طفل خدا نصیبشان کرد، شاید تا این طفل به دنیا آمد اینا کشمکش داشتن ولی گذاره کردن، جدی نگرفتن که با هم درگیر شوند و از هم جدا شوند. خدا طفل برشان داد. طفل کلان شد، گپ میزد، شاید هم 2-3 ساله شد، ولی اینها دیگه نتانستن دوام بدن. پس مراجعه کردن پیش همون کسی که نکاح از اینا رو بسته کرده بود. با او گفتن که ما دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، جدا میشیم. شوهرم شکایت هایی که داشت عنوان کرد. عروسم یا خانمم، شخصی که نکاح از اینا رو بسته کرده بود، میگه که من زیاد برشان عذر کردم که ببینید شما زندگی رو به خاطر خودتان نکنید، به خاطر اولادتان کنید. شما میگین خودتان که ما بسیار با هم درگیر بودیم، ندانستیم بالاخره حال تصمیم گرفتیم جدا کنیم. این وقتی که شما یک طفل در میان دارین، شما ایره چی میکنین؟ پدر میگه که من پیش مادرش باشه بهتر است که امو برش زیادتر محبت داره و انس داره. اگر مرا گذاشت میایم دیدنش، نگذاشتم اختیارش. خانم میگه که نه من هیچ وقت نمیخوایم حق پدری را سلب کنم، بیایم دیدن اولادش هر وقت که میخواه بیایم. ولی هر دو هم اصرار میکنن که ما از هم جدا میشیم. بعضی شکایت هایی که شوهر میکنه خانم قبول میکنه، میگه بله من این مشکلاتی که اینا میگن راست میگن. او شیخی که یا شخصی که نکاح از اینا رو بسته کرده بود باز عذر میکنه، بس برشان دلایل میگه که این به سرنوشت اولادتان بازی کردن است، اولاد بدبخت میشه، اولاد بی پدر میشه، اولاد بی مادر میشه. میگه هیچ تاثیر نمیکرد، با اینا تصمیم گرفته با هم زندگی نکنن، جدا شوند. بالاخره میگه من گفتم پس خانم اگر تو دختر پسر با خودت بگیری یا دخترت با خودت بگیری، خب بالاخره تو شوهر میکنی. میگه طبعا شوهر میکنم. میگه وقتی تو شوهر میکنی برای دختر پدراندر میخری. این دختر تو دو خانه هیچ آشنایی دیگه نداره بغیر از تو، هیچ کس رو دو خانه نمیشناسه، این بیگانه از در خانه. اگر این پدرش پدراندری بکنه، بیبیش بیبی اندر شوه، خال عمه هایش عمه اندر شوه، هیچ کس دیگه در خانه نیست که دلش به این طفل بسوزه بغیر از تو. این طفل آزار ندی. قبول نمیکرد. اگر پدرش میخواه با خودش ببره. پدرش اگر میگه گفتم که پدرش تو اگه این بچه این دختره که با خودت میبری، خب تو باید زن بکنی بالاخره. میگه بلی زن میکنم، طبعا زن میکنم. خب به این بچه تو به این دختره که تو یک مایندر میخری، تو دیده و بدانسته طفلک به دست مایندرش میدی. اگر خدا نخواسته او مایندر به این علاقه نداشت، محبت و عاطفیش به این نیامد، این خب بچه اندر از او میشه. نکنیم این کار. سبحان الله. او شیخ خیلی دلش نازک یک دل داشت. میگه من گریه کردم برشان که نکنین، خانیتان خراب نکنین، عالمی گپای میزنین، امینو قابل اصلاح است، بیاین تعهد کنین یکی دیگه تون ببخشین، آشتی کنین. تصمیم گرفته من نخیر آشتی نمیکنیم، نمیتونیم. شما لطفا طلاق ما رو بنویسین. سبحان الله. انسان هم اگر یک وقت براه شفته شد، قهر شد، با این چی بگویم؟ ضعف ایمان بگویم، باز هم نبودن تقوا بگویم، کم بودن ایمان بگویم، چی بگویم؟ هیچی نمیفهم. چطور دلشان به اولادشان نمیسوزه؟ دیگه چشمشان به حساب بگویم سیاهی گرفته، نمیتونه یکی دیگر رو بخشیدن نمیتونه. بالاخره این شیخ میگه من طلاق خط نوشته کرد، دیگه با اینا حرف نزدم.
اینا ورقه گرفتن رفت. ماها تیر شد. یک وقت شوهر میگه به من زنگ زد، سلام علیکم، من فلانی هستم، میخوایم شما را ببینیم. چی کار داری با من؟ میگه من از اینا بسیار آزرده بودم، نمیخواستم دیگه اینا را ببینم. گفت چه میخوایی؟ ما دیگه نمیتونیم دور از هم زندگی بکنیم. سبحان الله، چند ماه شد، 6-7 ماه شده شما دیگه نمیتونیم. میگم من حرفایی را که گفتم زیادی گفتم خانم قبول کرد که میگه پا درست است که میگه من به همین اشتباهات و خطاها را من دارم. میگه او به خاطر که جدا شیم اونا را قبول کرد، من اونجا زیادی گفتم، دروغ گفتم. سبحان الله. میگه خیلی برا شفته بودم، نمیخواستم که دیگه اینا را ببینم. گفت چی میخواین شما؟ ما میخوایم آشتی کنیم. سبحان الله. اگر این ما باز هم خوشبینانه بگویم الحمدلله، میگم که اینا بالاخره از چنگ شیطان رها یافتن، نجات یافتن. اینا دوباره زن و شوهر آمدن، کسایی که با هم جدا شده بودن، از هم جدا شده بودن. ولی الحمدلله او بار هم یک طلاق داده بودن که او گرچه از مدتش سپری شده بود، اینا طلاق شده بود، رجعت کردن نمیتونستن. ولی به او قدر مشکل نبود که اینا دوباره نکاح هم کردن نتونن، تا خانم بره شوهری بکنه، شوهرش اگر ایره طلاق کنه یا شوهرش بمیره و دوباره باز اینا به هم برسن. به او حد اینا نکرده بودن. دوباره شیخ میگه اینا آمدن با تحایف آمدن و عذر خواهی کردن، ما اشتباه کردیم دیگه، ما طاقت نداریم، می اولاد ما دم امی چیز ما را، تصمیم ما را بالاخره گرفت. شیخ میگه دوباره نکاح کردم، اینا را خیستن رفتن. عزیزای من، چرا ما اینقدر جدی میشیم در رابطه و برهم زدن یک خانه، چپا کردن یک خانه، خراب کردن خانه. یک عده مساجد که خراب میکنن، خانه ها را که خراب میکنن، به حساب ثواب میکنن. خانه سنی ها را باید بغلطانن، مسجد سنی ها را باید بغلطانن، چپا کنن، الله اکبر میگن، میغلطانن، چپا میکنن، به امید ثواب میکنن و کار. ولی شما با امید ثوابی کار نکردین، قهر بودین، شیطان وسوسه کرد شما را، بالاخره خانیتان چپا کردین. نکنین این کار. همین 6 ماهی را که شما ضایع کردین. نباید میکردین. شیطان چقدر زرنگ است، شیطان چقدر دسیسه و پلان دقیق میسنجه. ولی همو دین داشتن، اینها آدمای خدا ترس بودن که بالاخره از چنگ شیطان خودشان آزاد کردن. ولی شما عزیزای من که زندگی رو شروع کردین، طفل اگر دارین، خصوصا که طفلک نازنینی که در آغوش شما هست، باعث یک جای کردن شما پدر و مادر هست، یک خانواده هست زندگی شما. چقدر کسا هستن با آرزوی طفل سالها سپری میکنن. چند خانواده هستن اینجا طفل نمیشه خانیشان، میخواین ازدواج کنن. یکی از اینا میگفت که خانمم برای من میگه که تو حق داری برو ازدواج کو، ولی که وقتی که خانمت اینجا آمد دیگه من از اون دروازه بیرون میشم میرم، من طاقت ندارم. چرا؟ وقتی راضی هستی که خدای ناخواسته طبیعت انسانی یا سرنوشت انسان همه تو بوده که خداوند یکی را اولاد میده یکی را نمیده. عالی خان در اسلام که اجازه بوده که شما میتونین یک ازدواج دیگه هم بکنین. شما وقتی که راضی هستین، خانه هستین که بله، البته فهمیده بوده خانم که مشکل در خودش است، شوهرش میتونه ازدواج کنه، طفل داشته باشه،
اولاد داشته باشه. پیش از اینکه شما خانه‌تان خراب کنید، شما خانه را 2 نفر آباد کنید. به این خاطر شق کردن خانم که نه یا ما یا او، یا بله تو میتونی ازدواج کنی، وقتی کسی دیگه من میرم خانم. شما کجا میرین؟ وقتی دختر بزرگ شد این باید پیش شوهرش باشه. تنها که خدا نکنه که دخترها تنها زندگی بکنن در این اجتماعات، در این کلتور که اصلا سخت است یک خانم جوان تنها بگویم از زندگی میکنه. 1000 تا نیش زبان متوجه شما میشه. ولو شما خیلی عفت داشته باشین، پاک دامن باشین، خودتان سمال کنین، ولیکن در اجتماعی حرفا زیاد است. شما چرا خودتان دانست در آغوش خانواده باشین، یک همکار در او خانواده باشین، از خدا کمک بخواین. خدایا و من حوصله بده، صبر بده، من در این خانواده عزت و آبرویم هست. الا ای که شوهر شما را نمیخواد زندگی کنه، با شما بهانه گرفته، نمیتونه که شما زندگی کنه، یک چیزی جور کرده، او راههای دیگه داره. حالا مرد خدا میگه که من ایران هستم، چطور کنم؟ اگر همه تو بدون طفل سپری کنیم هم چی کار کنیم؟ اگر من ازدواج بکنم و این خانم میگه من وقتی او آمد من میرم. سعید در غرب 2 نفر در یک خانه 2 تا ازدواج نمیتونن اینجا رسما کنن، ولی هستن کسایی که در اینجا 2 تا زن دارن. حتی کسی را من میشناسم 2 تا آلمانی را، 2 تا دختر آلمانی مسلمانه امروز ازدواج کرده، خیلی خوش زندگی میکنن. و 2 تا مثل خواهرها با همدیگر محبت دارن، هیچ احساس انباقی نمیکنن که او خدا نخواسته حق زور گرفته باشه، جای زور گرفته باشه. شوهر حتما خدا هدایت کرده که اونا را هر دویش عدالت برقرار کرده برشان. بنابراین اگر خواهر به این مشکل روبرو میشه، اگر دکتر همتون میگه که بله مشکل در شما هست و شما راضی میشین که شوهرتان یک ازدواج دیگه بکنه، نکنین جنجال، زندگیتان خراب نکنین. حتی دعا کنین که خدایا ما را با شوهرای ما در بهشت یک جای داشته باشه، اگر دوستش دارین، اگر از اون بدی ندیدین. در خانه طفل یک نعمت است. طفلی که در اون خانه است این غیبت نیست. شما بچه شوهرتان است، اگر از انباختان است، او را مثل بچه خودتان در آغوشتان داشته باشین. اخلاقتان، مسئولیتتان در قبال از او طفل هم شما باید به نمایش بگذارین. خدا چقدر از شما خوش میشه. کسی هم بود که گفت من برادرم وفات کرد، در یک کشور دیگه بود. زن برادرم که 2 تا یتیمایش تنها مانده و این خانم چقدر خانم دلسوز بود که در خدمت پدر و مادر من بود، نمی رفت از خانه پدر و مادر ما. گفتیم وقتی عده‌اش پوره شد بره شوهر کنه، پدر و مادر من همراهشان صحبت کردم که جوان است این خانم برادر من، خدایی را یک شوهر خوب نصیبش کنه. پدر و مادرم هم راضی بودن، ولی که دختر نمی رفت، می گفت نه من جای نمیرم، همین خانیم است، من این پدرم است، این مادرم است، خیر از شوهرم وفات کرده، من 2 تا بچه را خودم کلان میکنم، همینجا خدمت پدر مادرم میکنم. این برادر میگه که من برادر کوچک داشتم در همونجا، از او خواهش کردم که تو همین بیوی برادر من بی، این خود دیگه کسی نمیگیره، نمیره دیگه، از این خانه میگه نمیرم. او برادرم گفت نه من خواهی مثل خواهرم در اینجا کلان شده، من همراه ازی هیچ وقت وجدانن و ایمانن یک برداشت یک کسی هست، شرعاً نیست. زن برادرت است، حاله و برادرت وفات کرده، بر تو حلال است که با او ازدواج بکنی. طبعا چیز گفته نمیتونیم، طبیعت انسان هم اینطور است، بعضی کسا نمیتونن قبول بکنن، نمیگه من هیچ وقتی کار نمیکنم، این خواهر من است. 1-2 سال 3 سال میگن سپری شد، بالاخره این برادره که خودش زن داره، اولاد داره،
امیگه برای برادر خود پیشنهاد کرده که بگیره. ای به پدر خود میگه پدر این دختر خود خانی ما پیچش سفید میشه، امی هم خب حق داره، من امی کارم میکنم، اگر شما موافق باشین امی زن برادرم من میگیرم. میگه پدرم منه، میگه بچه‌م تو زندار هستی نشه جنجال جور شوه. میگه چی جنجال جور میشه؟ انشالله خانم من قانی میسازم. این طرف خانمم داره، زن بچه اولاد داره. بالاخره تصمیم میگیره با بیوه برادرش عروسی میکنه. او در کشور خودشان است، اینا در اروپا هستن. اما بر خانم خود جرأت کرده نمیتونه بر خانم کلان خود که بگویه ما ازدواج کردیم، یا حداقل پیش از ازدواج با اینا می آمدن مشوره میکردن که نظرش هم میگرفت. گرچه میگن هیچ وقت زن راضی نمیشه که شوهرش یک زن دیگر بگیره. این هم در فطرت زنها هست. یگان زنها پیدا میشن که ایثار میکنن، قربانی میکنن، از الله اجرش برای خودشان میخواهند. است اوترم هست. اتو نیست که هیچ کسی نکرده باشه، کردن. 3-4 تا مردا زن گرفتن و اونا با هم بسیار دوست بودن، صمیمی بودن، انباقی نکردن. ولی بودن کسایی که وقتی انباق آمد جای اصلی را خانم نو گرفت، خانم کونه بیچاره کونه شد. کلتور و عنعناتی که در اوجه بود، یا مردا وقتی که از تدبیر و حکمت برخوردار نبودن، عدالت که الله برشان سفارش کرده بود اونا رو در نظر نگرفتن، خانم کلان بیچاره یک مظلوم واقع شد. زیاد شده ای کار. از اون خاطر هم دیگه خانوما جرأت نمیکنن که شوهرشان یک زن دیگه بگیره. میگن از نظر بفتیم ما باز مزدور میشیم و ملکه میشه و فلان چقدر گپ است. و در جای بسیاری کار متاسفانه شده. این هم از ضعف ایمان مرد بوده. این از خدا نترسیده، یا شاید به خاطر همین درد نبوده که وقتی من یک کس دیگری به زندگی خانم شریک میسازم ولی من عدالت مراعات میکنم، ولو خانم فعلا راضی نیست ولی من از روی خودم، از اخلاق خودم، از عدالت خودم چنان بهره برداری میکنم که خانم بالاخره راضی شود. کاش طور میشد که امروز هیچ بیوه نمی داشتیم ما. همه زنها شوهرایشان وادار میکردن که برو او بیوه را بی کت یتیم کاش. ولی شواهد واقعیت ها همی تلخ است. زنها دیدن که کسی که 2 زن داشت روزگار خودش هم سیاه هست، از او 2 زن هم سیاه هست. بر ترتیب این برادری که رفت خانم برادرش گرفت، چند سال بعد خانم اصلیش یا خانم کلانش خبر میشه که شوهرش زن کرده و کی را گرفته؟ زن برادرش گرفته. خیلی ناراحت میشه، خیلی غضب میشه، از حدش تیر میکنه. شوهر اخطار میده که فوری او را اعلام میکنی، اگر او را اعلام نمیکنی من را اعلام کن، من دیگه نمیتونم که در حالت زندگی بکنم. خانم جان اولادای ما از من تو را دوست دارم فلان، من مجبور شدم، میگه هیچ کار ندارم، به من هیچ دلیل نگو. میگه من خانم بالاخره پیش بعض شیخا بردم، پیش علما بردم که کمی نصیحت کنن دیگه کنن، هیچ اثر نکرد. آخر پیش یک کس دیگه برده که فکر میکرده که او آدم دلسوزتر از شاید حرفایی بزنه که خانم بالاخره یک حداقل از این قهرش پایان شود. میگه بردم پیش اون نفر. او هم وقتی که با خانم روبرو شد با در حضور شوهرش، او گفت که این به من خیانت کرده، مرا بازی دادم، من این خیانتکار نمیخوایم دیگه در زندگیم باشه. خانم جان دختر عزیزم از خدا بترس، نکوی کارا را گپ نزنه. تو این چی کار کرده؟ تو باید که هنوز خوش شوی که یک بیوه یتیم داره سرپرستی کرد. یک دختر جوان اگر بگرفت من امروز طرفداری تو را میکردم، اما یک یتیم سرپرستی میکنه، یک بیوه را سرپرستی میکنه. برای من گفت نصیحت نکن، یا من یا او. سبحان الله.
بیاین باز بریم یک میان برنامه، انشاءالله اگر زنده بودیم باز پس میگردیم. السلام علیکم و رحمت الله. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. بیدادی جمله را هستی ربی من یا الله، تو یکتایی و یکتایی و یکتایی یا الله. همه عالم گواه است بر وجودی ذات یکتایت، تو تنهایی و تنهایی و تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. توانایی علمی تو همه چیز را فرا گیرد، توانایی و دانایی یا الله. محمد را فرستادی برای دعوت اسلام، تو هادی جمله مایی و مایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. الله الله یا الله. رضای تو بود بر آن که از وی پیروی دارد، تو محبوبی و محبوبی و محبوبی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. تو نوری آسمانی و زمینی کردگاری من، تو رحمانی و رحمانی و رحمانی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. هزاران این سپاس و شکر ما بادا نثاری تو معبودی و مقصودی و مقصودی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، انشالله که حال تلفن ها هم باز شده، شما هم اگر در این صحبت شریک شوین، مرچ و مسئله صحبت ما باشه و شما هم سهم فعال بگیرین. این خانم شیخ میگه که هر قدر
کوشش کردم دلش یه ذره نرم بسازم، به حال از او هم نوع خودش یا هم جنس خودش که یک خانم است دلش بسوزه، میگفت که نه خیلی مرا ایلا بکنه، یا او را ایلا بکنه یا مرا ایلا بکنه. بالاخره ازش خواهش کردم خیلی حالا یک اجازه بده، خیلی خانم شوهرت بره به وطنش با پدرش با خانمش با اینا یک مشوره کنه، وضعیت شما را برشان بگوید. میگه نه این میاله یا مرا ایلا بکنه یا او را، اگر میرم این اینجا پیش روی من او را طلاق کنه باز بره. چقدر سخت است. ولیکن اینا راضی نشد خانم. بعد از این بازی شیخ میگه من همه قدر ازش خواهش کردم که اگر توی کار نکنی از خدا از تو ناراض میشه، بگذار شوهرت برو یک دفعه درمو جای اصلی در خانه از اونا برو با اونا صحبت کنه، بعد از او تصمیم بده تا نبگیرین اما چیزی که تو میخوای همونطور کنه. اینا باز رفتن دیگه. میگه دوباره نمیفهمم که اینا چی کار کردن. خب در اینجا شما متوجه هستین این برادر یا این شوهری که زن داشت و از بیوی برادرش خواست بگیره، خود شاید در یک دید یک قربانی داد. راستی هم اگر دختر جوان را میگرفت بدون مشوره یا بدون از اینکه خانمش خبر کنه، 3 سال بعد خانم خبر میشد خودش از یک جای دیگی، شاید عواقب ناپسند می داشت. ولیکن باز هم همین کارش هم که کرد کار ناقابت اندیش بوده. او خواهرک عزیز ما که خودش وقف خدمت پدر و مادرش یا خشوع و خسرش کرد، او پیش الله که انشاءالله خیلی اجر داره. شوهرم گفت نیست، عالمه عوض شوهرم خدمت پدر مادر شوهرم میکنه. خوشا به حال ات عروسا، نه تنها بعد از مرگ شوهرشان که در زندگی شوهرشان دعای او خشوع و خسرشان هم بگیرن. این از سعادتمندی یک خانم است. در کار هیچ کسی، بزرگای ما بتونیم در کار که هیچ کس نمرده میگفتن، در کار هیچ وقت شما خودتان کم احساس نمی کنین. هنوز شما افتخار از این به دست میارین که مردم بگه چقدر این خدمتگار یک دختر است یا یک پسر است. به او خاطر این کار اگر شماها یک کسی دیگه از شنونده های ما یا بیننده های ما همینطور یک شوق میکنه که بدون اجازه، بدون مشوره خانمش یا بدون خبر کردن خانمش، ما همین من حیث مسلمان این را باید قبول کنیم که خانم ها فطرتاً خوش نیستن که شوهرشان یک خانم دیگر بگیره. ولی الله عزیز این دین مبارک وقت درد اجتماع را پیش بینی میکنه که این اجتماع را چطور تداوی بکنن. یک مرد همیال چقدر جنگاه هست، چقدر مردها کشته شدن، زنها بیچاره‌ها همه بیوه موندن. اینا برشان یک سرپرست ضرورت هست نیست. همین خانومایی که شما شوهرایتان زنده پهلویتان هستن، طبعا این شوهرها هم از خدا بترسن. باز وقت خودشان وقف خدمت یک یتیم و یک بیا میکنن، باید که یادشان نره که الله متوجهش است. خانم اصلیش که خانم اولیش که اینا اجازه را برش داده، از حق خودش بگویم گذشته که خیر است در کنار ما یک کس دیگه هم بیاید. پس شما قدردانی کنین از خانم اولتون. هیچ وقت این احسانش، این فداکاریش فراموش نکنین. هیچ وقت او خانم بهتر از این برتر از این ندارین، برعکس هر دویشانه خواهرها بسازین. شما برنامه رحمت از بفرمایین. سلام. و علیکم السلام. بابا بفرمایین. شما از تلویزیون گوش نکنین، از تلفن گپ بزنین خواهرکم. من نامم عبدالله است. عبدالله است نام خودت؟ بفرما گپ بزن بابا جان. چی میخواستی بگویی؟ و میخواستم بگویم
مادر ناک پولیس مواتک ترفابیم مایت فابیم چیز نمیکرد. آها کجاست بابا جان؟ تا بگو گپ بزنه بچیم. دروغ میگویم. خیر خودت تو گپا نزن بچی گلم که باز مادرت خبر شوه که البته خدا ناخواسته میگه بابت گفته البته یاد داد کدام چیزی نگویی که باز بچه ها هم از خودشان حالا صاحب نظر شدن گپ میزنن. برنامه رحمت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمح لي أخي من فضلك، نحن من الجزائر لا نعرف الفارسية والأفغانية والشريط العربي، يعني ترجموا لنا. نشوف يعني حبيت نسجلكم وما نعرفش الفارسية، ترجمونا في الشريط العربي. إن شاء الله نحن نحاول إن شاء الله. بارك الله أخ، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله استودیوی مرکزی این پیام های برادرای عزیز ما که به فارسی نمیفهمن اینا رو یادداشت کنن، برای از اینا یک جواب قناعت بخش بتین که اینا الحمدلله برنامه های وصال حق حتی غیر از فارسی زبان ها هم علاقمندای عربی زبان داره. الحمدلله برادرایی که ترکی صحبت میکنن تماس میگیرن. خداوند انشاءالله به هر زبان که نیازش میره این برنامه وصال این توانایی رو بده که در خدمت همه مسلمان ها قرار بگیرن. ما افتخار میکنیم که مسلمان ها الحمدلله بیدار شدن، هوشیار شدن، میخواهند که از دینشان با خبر شوند. با تاسف که برادر عزیز ما حرفای ما را نمیفهمیده، میگه زیر نویس بکنین وقتی که گپ میزنین به زبانهای دیگه هم. انشاءالله خداوند ما را به مو توانایی برسانه که در خدمت همه برادرها و خواهرای عزیز ما باشیم. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی خوب هستید؟ الحمدلله. الحمدلله خواهر عزیز خوب هستین شما؟ فامیل خوب هستن؟ شکرم. احترامات تقدیم میکنن بر شما و تمام مسلمانان جهان و شبکه وصال حق. مهربانی کردین. چهرمندان زمان که یاد طوفان کردن انشالله که دین و سر تا سر جهان برسانند. خداوند دعای شما را قبول کنه در حق همه مسلمان ها. آمین. مشتاقش بودیم علی پروسه صلح که انشالله که خبرهای خوب است، اما متاسفانه که از یک تعداد علما میشنویم که علمای بسیار برجسته در حساب سخنرانی و تحصیلات عالی دارن، بسیار نامدار هستن، اما دامن میزنن. شما کاش که شما و علمات مجاهد باشن. شما را خداوند خواسته که وقت تا زیاد میگیرم، اما مجبور هستم که من یک زن هستم که سواد ندارم، اما خدا را به یکتایی میشناسم. وطن خود دوست دارم، اسلام مسلمیت دوست دارم. در قدم اول وطن خود دوست دارم، وطندارای خود دوست دارم، چی شیعه باشه، چی سنی باشه، چی تاجیک باشه، چی ازبک باشه، اما مسلمان هستیم. ما باید 37 سال همه چیز را بیاموزیم. استاد گرامی، ما از گذشته های خود پند بگیریم. بس علمایی هستند که بسوی پروفیسورها هستند، اما سخنرانی میزنند که آدم بسیار جگر خون میشه که امی کسانی که در خارج هستن مثلا اونا را که ما توهین کنیم، اونا را ما بگوییم که شما چرا تو گفتین، بین خود گفتمگو کنیم، حق نداری که بیایی که باعث یا کشته شوند، اصلا نه براین. اینا برای یک پروفیسورها و دانشمندای لازم نیست. ما باید همه چیز بفهمیم. استاد گرامی، ما درباره هم صحبت کنیم برای علمای ما، از شما بیاموزن، شما را سعی کنین نگاه کنن که سفر شما به کجا رسیده. شما کار متاسفانه صدای مبارک شما قطع شد خواهر. اگر دوباره تماس گرفتین صحبت هایتون رو تکمیل بکنین، وقت داریم انشاءالله برش. طبعا خواهر عزیز که دلشان درد داره، واقعا در برنامه هایی که تماس میگیرن از امو ایمانشان این حرفا سرچشمه میگیره. خداوند شما را به مرادتان برسانه که انشاءالله تمنای مهمی است که پیروزی اسلام همه ما ببینیم. یک مرحله بسیار پر از مشقت است که باید سپری شود،
اگر کسی پیام صلح میده میبینیم که جنگنده ها که غذایشان از طریق جنگ است اینا ور خطا میشن که حالا با صلح میاد در این دنیا. یک گوشه افغانستان، یک کشور که غریب فقیر بیچاره سالها در زیر چکمه های سرخ کمونستا چه حال را دید. بعد از این قوت های دیگی که آمدن، دشمن های این کشور ما، دشمن های ملت مسلمان ما، چه حال را انداختن. حال اگر در روی یک صدای صلح بلند میشه میبینیم همین کسایی که از جنگ تغذیه میکنن اینا ور خطا میشن، اینا دست و پاچه میشن که مبادا صلح به، مبادا این ملت یک بار به طرف خوشبختی هایش بره. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برنامه رحمت است؟ جانم بفرمایید. برنامه رحمت است. صدایتون شنیده میشه. صدای شما هم قطع شد برادر عزیزم. اگر جنگ باشه میبینیم که همو کسایی که طرفدار جنگ هستن جنگ پکه میکنن، توجیه میکنن که باید جنگ دوام کنه. ما میبینیم همسایه هایی که اینا دلسوز به ملت ما نیستن، اینا هم از این جنگ اینا نفع میبرن. با تاسف اینا همون گروه هایی که جنگی هستن اینا را تشویق میکنن. خدا از شرشان نگاه ما بکنه. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. برنامه رحمت است؟ بله بله خواهر بفرمایید. صدایتون شنیده میشه. آسیا ماجرزاد هستم از عربستان سعودی. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ صدای مبارک شما را میشنوم خواهر بفرمایید. سلامت باشین. تشکر از پروگرام بسیار خوبتان. برنامه بسیار خوب است. خداوند همکارایتان به سال حق انشالله همیشه کامیاب داشته باشه. آمین آمین یا الله هم ما دست به دعا ششتیم. خداوند شما را موفق کنه. برنامه بسیار آموزنده و تربیتی. خانه همگیتان آباد. خیلی بینین. تشکر. بسیار تشکر. بسیار تشکر. خواهر ما هم که از جده صدایشان رو بلند کردن، انشالله شما هم در پناه الهی باشین. بله برادر عزیز و خواهر ما امروز مجبور هستیم که بر دین ما خدمت بکنیم، دین ما را بشناسیم، زندگی ما را برابر دین ما تطابق بدیم. کسایی که در خدمت دین هستن از اونها استقبال کنیم، اونها را تشویق کنیم. و شما عزیزایی که شنونده هستین، ما از شما به کدام زبان تشکری کنم، تقدیر کنم که شما هم وقت عزیزتان، وقت گرانبهایتان میتین و پشت تلویزیون میشینین گوش میکنین. از الله تمنا میکنم که خدایا مطابق همه نیت هایتان برای شما خداوند اجر بده. اولادکایتان مهر دلتان بسازه، اولادهایتان عصای پیریتان بسازه، اولادهایتان صدقه جاریه براتون بسازه. خودتان زندگی با عزت داشته باشین، ولی بدون شک اسلام پیروز میشه. هر کسی هر نیت سو داشته باشه و الله برنامه زندگی ما دست الله هست. بله برنامه رحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. مولوی صاحب خوب هستین؟ بخیر هستین؟ زنده باشین خواهر عزیز. الحمدلله. شما خوب هستین؟ الحمدلله. خودتان خوب هستین؟ بسیار زیاد تشکر. پروگرام مقبولتان بسیار زیاد خوش هستیم. میتونم بعد برنامه همراهتان صحبت کنم؟ شما صحبت خصوصی میخواستین داشته باشین کس نشنوه؟ بله. شما کاش که بعد از برنامه برای من زنگ بزنید، تقریبا یک 8-9 دقیقه مانده، بعد از اون من ان شاء الله گوشی رو میگیرم، تلفن کنین بعد. صحیح. خداحافظ شما. خداحافظ. امروز شیطان بخواه نخواهد، دشمنان اسلام بخواه نخواهند، این دین جهانی است. الله را وعده کرده که
این نور خودش به اتمام میرسانه. بیرق اسلام برافروخته است، به سر تا سر زمین انشاءالله به اهتزاز می آید. بنام رحمت، السلام علیکم. به این خاطر شما عزیزای من خانه هایتان اوش کنین. این قانون پر از محبته، این قانونی که تمام سرنوشت اجتماع به اینی بسته است. اگر ما بتونیم خانواده های سالم داشته باشیم، خانواده های پر از صفا و صمیمیت داشته باشیم، خانواده هایی که با استقامت باشن، هوشیار باشن، دشمن یا دوستشان بشناسن، اگر ما خانواده ها داشتیم این اجتماع ما سالم میشه. بالاخره پیروزی از همه است. بنام رحمت، السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله برادر عزیز. سلامت هستین؟ شکر، زنده باشین. شما خوب هستین؟ شکر الحمدلله. من نوری هستم از شهر فریبورگ مزاحمتون شدم. خواهش میکنم بفرمایید آقای نوری. من میخواستم تشکر کنم از این 2 روز قبل که با شما در تماس بودم. خواهش میکنم لطف میکنین. راهنمایی که قاریس محبتی راهنمایی کردن، محبت کردنشون مشکل حل شد. الحمدلله الحمدلله. در ضمن میخواستم یادآوری کنم نظر به آیه قرآن شریف که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. من همیشه وقت سعی کوشش و تلاش بخونه میکنم که این بچه‌ها به نماز حساب آرسته بشن، اما متاسفانه که گاهی وقتی بسیار خشکگیری میکنن، از این بسیار پر میزنن، دیگه بسیار رنج میده. آیا من میگم اگر اینها مثلا در آینده وقتی که اینا اگر آرسته نشن، آیا پدرم به مقابل از این اولادا اگر حساب سرکشی کنن اینا یعنی چیز خواهد بود در زندگی؟ یعنی مسئولیت و یا فهمیدم آقای نورین مطلب شما را. من انشالله یادداشت کردم. ولی راجع به می اگر بسیار تشکر از تلفنتان، لطف کردین. خواهش میکنم ما را دعا فراموش نکنید. شما هم دعا کنین موفق باشین در پناه الله. واقعا بسیار لذت میبریم. خواهش میکنم لطف همیشه وقت با پایز برنامه ها شما شش هستین، به دل و جان تعقیب میکنید. خداوند شما را سرفراز داشته باشه. واقعا خیلی تاثیرگذار است. خداوند شما را سرفراز داشته باشه. خواهش میکنم لطف کردین آقای نورین، لطف کردین. السلام علیکم و رحمت الله. بله اولادهای ما بعض وقتا همطور شق میکنن، سرکش میشن، ولی اگر در سن سال هستن که از 10 پایان هستن، شما کوشش کنین امو لطف و خوشی و مهربانی و تشویق از اینا بالا نرین، قار نشین، جدی نشین امرایشان، بگذارینشان که اونا یگان وقت خوردی کنن، کوچکی کنن، ناز کنن، نازدانگی کنن، ولیکن شما خسته نشین. اونا رو به بهانه های به تشویق و به چیزایی که شما دوست دارین میفهمین که بالاخره راضیش میکنین، بیارین در پهلویتان استاده کنین نماز بخونن، اما قهر نشین، جدی نشین باشن. یگان وقت نازدانگی هایشان بپذیرین، تیرتان بیارین، خیر است. ولی باز از 10 که بالا شد، شما در اوجه انشالله اهمال نکرده باشه. اگر پدر مادر تا 10 سالگی را اهمال نکنن، بچه ها بالاخره باز رایشان میافن. اگر اهمال شد، شما مشغول بعض کارها بودین، نتونستین یا متوجه نشدین، اهمال شد، بچه ها کلان شدن. به حساب بزرگان میگفتن که پوستشان سخت شده. به او ترتیب باز او وقت شما یگان وقت قهر شوین، اما اونطور قهره که شما خدای ناخواسته غضب شوین، نه، بر تعدیبشان شما بعض وقتا هوشدار بتین، اخطار بتین، خداوند قهر میشه. اگر باز عالم تو نخوانی، اگر باز جوان شدی، باز وقت خداوند از تو سخت ناراض میشه. حالا دوست داری که مرا الله ناراض شه از پیش من؟ تو اگر نماز نخوانی الله از من ناراض میشه. اون بچه ها اگر شما را دوست داشتن، شما طبعا باید اونا را به قسم با خودتان داشته باشین که شما را نخواهند که شما مورد خشم کسی قرار بگیرید. در بیرون اگر کسی شما را که خدای ناخواسته تند میگه، یک چیزی میگه، ببین بچه ها فوری خدا در کنار پدرشان میرسانن، ولو کوچک باشن. پس شما وقتی بگوین که بچه عزیزم، دختر گلم، اگر تو نماز نخوانی از من الله پرسان میکنه، الله سر ما غضب میشه، قهر میشه، سر پدر و مادرت قهر میشه. او وقت دلکایشان میسوزه، میان آغوشتان، میان نماز میخوانن. انشالله خسته نشین، پدر مادر عزیز خسته نشین. بچه ها تا که شما
جان دارین یا تا که شما حوصله دارین و حوصله خب باید داشته باشین، اونا را اهمال نکنین، خسته نشین. نه دیگه نمیکنه نمیشه اینطور نکنین، بالاخره میشه. اما تلاشی که شما میکنین در وقت تلاشتان از الله هم کمک بخواین، دعا کنین خدایا کمکم کو که من زبان چیزای از زبان برای که اولادم قبول کنه گپ من بیاید. شما باز ببینین که الله چطور کمک میکنه. تلاش خودتان، دعایتان از الله، کمک خواستنتان از الله دل سنگ آب میکنه. به طرف پایانی برنامه روان هستیم. ما از شما عزیزا که مشوق ما هستین اینطور بگویم، شما برنامه ها را با می تلفن هایتان برنامه سازا را تشویق میکنین. اونا دل ما قوت میگیره که ما شنونده نداریم الحمدلله. خصوصا شما کسایی که دلتان میسوزه که جوان ها میرن گمراه میشن، دختر است یا پسر است، این محیطی که زندگی میکنیم در کشورهای خود ما، این ساز و سرود و این زرق و برق دنیا چنان جلب و جذب داره. شیطان که دستبردار نیست، ولی شما دلکایتان آب میشه که چرا این عزیزای ما میشن. ولیکن این ما مطمئن هستیم، ایمان داریم برش، با سلول بدن ما حس میکنیم که این دین پیروز میشه. نه زور امریکا میرسه، نه زور روسا میرسه. امروز روسا که به او وحشیگریشون حلب تکه تکه کردن. طبعا تایید امریکا که نباشه روسا این کار کردن میتونه. غربی ها که او را کدش همکاری نکنن پدرش کار کردن نمیتونه. کل از اینا امروز دستشان یکی کردن که مسلمان ها را از بیخ، ولی نمیتونن. الله اکبر است. ما والله علم نمیتونم دیگه تلفن بگیرم. برنامه به پایان رسیده. شما را به الله منان می سپارم. شب و روز شما بخیر باشه. خداوند در پناه خودش همه ما شما را داشته باشه. این برنامه را خداوند خودش یاری بکنه. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. فكان الدنيا المراتل عليا، دنيا المراتل عليا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا، ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.